مادر چی کار مونی؟ کیک جار مونی؟ بله کیک جار مونی. اینجا خود چی میکس کردی؟ اینجا 5 تا تخم مرغ با 1.5 از این کاسه شکر. حالا بخیر شیرش اضافه منم دیگه. همونطور که میدونی که کیک برای چی آماده منم نه؟ بله نه؟ بله میدم دیگه بخیر روزی مردا یا روزی پدرای نه؟ ها دیگه این از این کاسه 1.5 شیر اضافه کردم. بعد اینی هم که هسته کره هسته یا مسکه، این را آب کردم دیگه. این را اضافه منم. خیلی نالی هم که بخیر دوباره میکس منم. شیر و شکر، تخم مرغ، روغنش میکس شد. حالا بخیر آردش اضافه منم. یعنی 1 کاسه یا 2 کاسه. خب 2 کاسه سرپور آرد اضافه کردم. بعد نیم کاسه وانیلی سکر. وانیلی سکر است. 1 پاکت وانیلی سکر اضافه منم. همونطور رویش اضافه منم. نیم که است باک پلوه. 1 پاکت باک پلوه. باک پلوهش را قلبل منم یا دیگه به آلمانیا غیبه میگن. نه غیبه چی میشه؟ رنده علک. در فارسی ها موقع علک منم به خاطر که کلوله نشه. آردش هم قلبل کرده بود چون که ما در داخلی از این سطل که آرده میشه اضافه منم. قلبل کرده اضافه منم. باش که ما یک دفعه در دوستام سلام کنم. سلام علیکم دوستای نازنین، خوبین، خوشین، سلامتین. خدا که در گوشه و کنار دنیا هست اینجور آرام صحتمند بشین با خانواده و فامیلتان. همونطورم که میبینین ما بخیر. امروز خواستم که یک کیک آماده کنم دیگه. روزی مردا یا روزی پدرها هسته. روزی تولد حضرت علی علیه السلام مولای ما را برای همه مردای جهان تبریک عرض منم. برای همه پدرای جهان تبریک عرض منم. انشالله که یک روزی خوبی را همگی سپری کنه، آغاز کنه، شروع کنه. دوری هم فامیل جمع شوه و بشنه همیشه خوش خندان باشه. حالا بخیری را دوباره میکس منم. داخل می قالبشم بخیر اضافه کنم. فیرم یا که مو افغانی چی میشه؟ داشه. فیر یا مو داشم از قبل روشن کردیم. نازنین اینه داخل قالبم اضافه کردیم. بخیر نالا میگذاریم داخل فیر تا بخیر پخته شود. یا با ما باشین بخیر. در وقتی که خامه اینایشم زدم وقت تانستم همی ویدیو میگیرم. نازنین دیگه همونطورم که دیدین موادهای کیک میکس کردیم داخل فیر گذاشتیم تا بخیر این پخته شود دیگه. اینجا هم تصمیم دارم که یک قابلی برای فامیل ما بچهای ما آماده کنم. من اینجا هویج و کشمش و ران مرغ و برنجم تر کردیم.
2 کیلو برنج تر کردیم و 2 کیلو گوشت است ران مرغ. بعد 1 کیلو اینجا هویج داریم، اینه 1 کیلو. بعد یه 2 پاکت کشمش 25 گرم که با همش 50 گرم کشمش است. یک قابلی خیلی آسان و راحت صاف منم، برنجش صاف منم. بعد گوشتشم در روغن سرخ منم. اگر شما با ما باشین که بخیر چی رقم میآیه. در نظر من که همه قابلی که صاف کنی راحت تر از دم پخت کرده. حالا با همه ران مرغ دیگه شما با ما باشین که بخیر کم کم شروع کنیم. اینا یک سری رانای مرغ جوش دادم که می قفایش رو بگیرم یا آبش دور اندازم که همو بوی و اینایش هم بره. باز دوباره با پیاز اینا سان از اینا بخیر نمکش اضافه کنم. اولین سر یم که است تخم گشنیج به خاطر که خوشبوی شود. زردچوبه سناق از اوتا که اضافه میخوام و بوی گوشت مرغ میگیره، خوشمزه میشه. یکی رم که اضافه کردم 4 مساله بود، یه مرچ سیاه، یه مرچ دلمه، یه مرچ سرخ یعنی مرچ تلخ، پیاز هم فقط 4 توته مونم. این دیگه برای که نیست کلم لواب نکنم، فقط بوی گوشت بگیره و همه موادها را گوشت خود جذب کنه که تا خوشمزه شود. یم زنجفیل خواهیم که سیر داری لیمونم اضافه منم. همین کافی است، فقط مانده آبش. مدت 5 دقیقه ایره جوش میدم که یعنی موادها را در خود بگیره، بعد از خاموش منم. یا شما با ما باشین. خیلی بخیر روغنم داغ شده، هویجم خورد کردیم، کشمیشم ششتیم. یالم بخیر داخلی روغن اضافه می‌کنم تا کشمیش سرخ شود. خال روغنم داغ ماده. هم که از شکرم روش اضافه می‌کنم به خاطر که هم خوب روشن و جلادار بیایه، هم شیرین شود.
نازنین ها اینم کیگم از وسطش بازم قاش کردم دیگه. ببینین که به خاطر دلایش خامه استفاده منم. اینجا یک که موز گرفتم دیگه، شیر با 3 قطعه هم خامشم که هسته، شلک زنه 30% یعنی چربیشی هسته دیگه. شکر گرفتم، اگرم همه پودر قند هسته دیگه. میتونین که یک کمری از اضافه کنیم به خاطر اگر کسی بخواه شیرین تر بیایه میتونه که از پودر قند یا که شکر استفاده کنه. الان بریم بخیر که همه خامه را میکس کنیم یک بار. نازنینان همونطور که میبینید در رویش هم موز چیندم دیگه. همونطور شما با ما باشین که دیگه ادامه داده میره. منزل بالایش شیر بزنم. کافیست. خب زیزای برنجم صاف کردم. میم که است از زیره دیگه. زیره هم اضافه کنم که خوشبوی شود. روغنم خوب داغ شده. یک ذره بالا بگیره که روغن خیلی داغ. کشمیششه گوشتش. یم قبصاب این راحت از دم پخت کرده این راحت تره. خب دوستای بخیر دندگی میگذارم مدت 40 دقیقه تا 45 دقیقه را در دم میگذارم که تا خوب دم بگیره. دوستا بفرمایید. اینا بخیر قابلی هم آماده شد دیگه. خیلی هم خوش رنگ و خوش طعم و خوشمزه آمده. جای تک تک شما دیگه خالی. ما تا سرد نشده نوش جان کنیم. بعد از دیگه بخیر باز بریم که هم با هم قاش کنیم دیگه. با ما باشین دوستا.
نالم بخیر وقتش رسیده که کیگه بیاریم قاش کنیم. علیزا جان برو شما رو روشن که بابایی. او کوچیکا را روشن نکن خواه. لامپ خاموش کن ناله. سلام دوستان، انشالله خوب و جور سلامت باشین. خوش آمدید در ویدیو جدید ما. دیگه دوستان مثل که میدن دیگه امروز روز پدر دامه مردا دامه پدرها تبریک میگم و در پدر خودم هم تبریک میگم. دیگه پدر خودم هم آمده که تبریکی بدم برش. سلام، روز مبارک. روز مبارک. تشکر. بسم الله. زایر روز مبارک باشه. تشکر. سلام دوستای عزیز، خوبید؟ خوش آمدید در برنامه ما. امروز روز تولد حضرت علی علیه السلام است. برای کل پدرای جهان تبریک میگم، به خصوصا پدر خود ما و پدر خانم ما. سلام دوست عزیز، خوبید؟ خوش اومدید در ویدیو. امروز روز پدره. مبارک باشه برای همه پدرها. برای همه پدرای جهان. یا برای پدری کی خودت هم نگفتی؟ نه خب دوستا، روز میلاد حضرت علی علیه السلام برای همه پدرای جهان تبریک عرض منم، به خصوص برای پدر خودم و پدر همسرم. انشالله که سالها یک عمر طولانی برای همیشه شما و پدرای جهان عمر طولانی عطا کنه. دیگه همونطور هم که دیدید ما اینجا بخیر کیک آوردیم، شمم روشن کردیم. اینال شمای روی کیکم علیزا جان روشن کو که تا بخیر کیکم قاش کنیم. ماشاءالله. بیدی مصطفی رو که روشن کنه. دید مصطفی رو لازم میتونی؟ لامپ خاموش کو که خوب سایه شمایش معلوم شد. بازم که انشالله ظاهر روزی تبریک باشه. انشالله خداوند عمر طولانی برای تو عطا کنه، همیشه سایت بالای سر ما و بچه های تو باشد دیگه. همونطور همیشه خوش و آرام و سرفراز باشی. خب عزیزای دیگه شمم بخیر روشن شد و حالم بخیر باش که کیکم قاش کنید. بگه کار دسته؟ خب نالم بخیر شمع فوت کنید، یک آرزو کنید، هر آرزویی دارید آرزو کنین. بعد یک عکس بگیر نسرین. صبر یک دونه عکس میگرفتن.
نه اگر باشه دیگه. نه وسطی هم خوب شد. خب یک دست نمیزنید؟ لامپ روشن کن. خب برو دیگه بخیر کیکم پاش کنید. هر سه تای شما. بیا. شما رو ببردارید. دیگه چی دوستا باید دیگه مانده نمیتونیم به خاطر در یوتیوب میگذاریم ویدیو را دیگه. اگر باید بگذاریم باز خوب نمیشه، بهتره که بدونی باید. خب بگیرین قاش کنید. هلوزا خیره دانتون پاک هلوزا لبتون پرچی شده. اشکال نداره. انا لک دست بزنین. تبریک تبریک. انشالله که هر سه تاییشم خدا عمری طولانی بده. انشالله که هر طرف تو هم که هست انشالله بخیر باشه و دست بزنین. تبریک باشه. دیگه جای نرگس جان خالی امسال دیگه بخیر مسافر است. خداوند انشالله که جمله مسافرها را به حق مسافر کربلا مسافر بخیر شوه، در مقصد آرزوهای خود برسه، در گوشه و کنار دنیا مسافر درد دستا مسافرایش مسافر بخیر شوه. انشالله که مسافر ما بخیر به سلامتی به سربلندی بخیر برگرده. جایش خالی دیگه امسال دیگه بخیر بیه. دیگه هر کی مریض داره خداوند به حق این شب بزرگ به حق حضرت علی که آرزونایش برآورده شه، مریضایش شفا بیده، مشکلاتایش آسان شوه، انشالله همه کارایش را برا شوه، همه جوانا رو خداوند خوشبخت کنه، در آرزونایش برسانه، دیگه آدمای خوب نصیبش کنه انشالله. دیگه همه ما و شما در گوشه و کنار دنیا هستی آرام و جور و صحتمند باشیم. همونطور هم که میبینین دوستا دیگه باشد که بچم یک کم بیش فکر کنم کادو هم آورده برای پدر خود، دیگه همون کادوهایش رو تسلیم کنیم دیگه. شما ببینید که چی آورده بچه. خب بیدین کادوهای خرم بیدین از کیر از نسرین عملیرزا تو بیدی اونو این طرفی کسته. یه کاده از من تشکر. زحمت کشید. تشکر. تشکر. وقت نبود که فرمایش بگیرم. او که گفت دیگه بابا تو هم بابا کادو تو بیدی؟ آه یم کادوی علیرضا جان، دست علیرضا جان درد نکنه دیگه، از مصطفی جانم دست درد نکنه، از نسرینم ببر بیدی. یم از طرفی نسرین است. تشکر. دیگه انشالله تو هم در خوبی و خوشی استفاده کنی. بچه ها که دستش درد نکنه، تو چی نمیدانست که مادر چی بگرم، ما
نمیدانم در پدرم چی بگیریم. بازم تو رفته دیگه چیزایی گرفته. خب یارو باز کو ببینیم نگاه کنیم چی هسته. دیگه مصطفی هم که چی میکرد دیروز برای تو گفت کفشن بگیرم. ما گفتم نه کفشن چی نکو دیگه اندازه تو را نمیدانیم که اندازه تو یا چی رنگ خوش داری و پسند تو میشه نمیشه بان که خودی دمو را بگیری خوب تره. یه دیر زد زنگ زد اگر تا گفت امو شماره کفشن تر رایی که ما بگیرم. بس ما نه دیگه ما نمیدانم بان خود تو بگیری خوب تره. خب واو چی گلی قشنگی. این از طرفی نسرین جان هسته. یا همین چیزا رو دستا ببینید که بچه ها گرفته دستش درد نکنه. همون چیزایی که نیاز داشته. خب دست نسرین جان درد نکنه. از طرف زایر اگر صداش پخش ما میگم. خب یا از طرف علی رضا دیگه. خب با یک گولی دست علیرضا جانم درد نکنه که برای پدر خو. اونا اسمش چیه مصطفی؟ دیو. چی؟ اسپری و با گول آورده برای پدر خو. دیگه نسرین چی آورده؟ خمیر ریش. با برس چه؟ خب با چرب موی. با گل جلی موی دیگه. دستش در نکنه. خب از مصطفی رم ببینیم چه دیگه که ویدیو طولانی میشه. خب بیار دست مصطفی هم درد نکنه. یعنی برای پدر خم چند تا آورده زایر؟ دوتا؟ دست درد نکنه مصطفی جان. خدا عمرت رو دراز کنه. انشالله که یک عمر طولانی داشته باشی دیگه. خداوند برای تو اول عمرت رو دراز کنه. عمری دراز بیدیه و بازم اینقدر بیدیه که جمع نتنی. انشالله همیشه جور و آرام و صحتمند باشی. در فنای خدا باشید همه تان. دیگه دوستامو تو دیدین. دیگه مصطفی دیروز برای پدر خودم گفت کفشن میگرم. باز ما گفتم نه کفشن نگر که اندازهش رو نمیدانی. این حال میتونه پدرش خودش برو بگره. خب برین اگه چایم اینجا چای آوردیم بگیرین داخلی گلاسا بیرزین بشین. لایک سابسکرایب کامنت هم نوشته کنید. چی دیگه همون کانالم ابونین کنید. دوستان ما که یادیم رفته علیرضا جان خوب شد گفت دیگه. دوستا که خوشش آمد از ویدیوی ما دیگه حمایت یادتان نره. لایک و سابسکرایب کنید. ما در حمایت شما دوستا نیاز داریم. شما هستید که ما هستیم. حمایت های شما هسته که ما تا اینجا رسیدیم. اما یک چینل دیگه هم از قبل بود البته چی نمیکنیم. حالا امورم برای احتیاط گفتم امورم دیگه دستی همه شما تک تک شما درد نکنه. لطفا امورم حمایت کنید که هم یک بالا بره و سابسکرایب شوه. این که است روشن نیست خفیف است. آر ای نه رقیه ر خط فاصله قنبری. این چینل قدیمی ما. اما این جدید که هسته این روشن هسته. رقیه خط فاصله قنبری. لطفا امورم حمایت کنید. لایک و سابسکرایب کنید دیگه. همه تان دوست داریم. انشالله که ما مرک اسمای خرا بینویسه به اصلاح در وقتی که ویدیوها را کامنت بینویسین یا لایک کنید باز آدم میبینه. سابسکرایب کنید. از طرف فلانی سابسکرایب شدیم. انشالله دیگه کسایی که یوتیوب داشته باشد ما سابسکرایب شما میکنیم. می ویدیوهای شما را بیننده هستیم و لایک دیگه فراموش نکنید عزیزای نازنین. دیگه میتونه دوست داریم.
تا یک برنامه دیگه، ویدیوی دیگه، همیتون در خدای یک پاس سپردیم. دیگه خدایا رو نگهدار شما. خداحافظ.